سلام برابچ به کانال ددپول و حسین تید 47 خوش اومدید. امروز اومدیم با بازی توپ، بازی ترسناک بک رومز اومدیم بهتون یه آموزش ریز و خودمونم بازی کنیم. بک رومز 1-2 پارت داره، نیم ساعت فعلا بازی میکنیم. اگر ویو بخوره شما لایک، سابسکرایب و زنگوله بالا هم بزنید حتما سری 2 و پارت خیلی زیادی ازش میسازیم. لیتس گو، بزن بریم. حسین حرفی حدیثی؟ سلام علیکم بچه، همونطور که شنیدید من حسین تید 47 هستم و اومدیم امروز با بازی بک رومز بازی کنیم و اومدیم یه بازی ترسناک خیلی خوبه. اگه خواستید رو گوشه اندروید 6 بازی کنید حتما میاره، تستم کنید، واقعا خوبه. بله. ما این رو بازی کردیم توش حرفه این، پس دیگه بدونید چرا میریم جلو. بله. تا بهتونم یاد بدید شروع بازی میکنید باید این رد پا رو دنبال کنید. اصلا دقت کنید شبیه چلاقا رو من میگم. تو داری شبیه چلاقا میدهی؟ من نمیگم. مسخره. خب بچه ها میرسید به این نردمونه و اینجور بزنید روش که برید تو بازی. خب من میرم اون طرف. خب اون طرف برید، دوباره یه طرف اونا رو نشون بدم، میرم یه طرف اینا. بعد میاد این کمودا رو بچه ها نام میکنید واسه اونایی که تازه واردن. کمودا رو وا میکنید، اینجا 2 تا کتابه که میگه هیولا چیه. یا عباد فاین چرا شبیه موزه. این هیولاه، این برای که تو دیوارا پیدا میشه و اگر به این هیولا نگاه کنید تق تق مردید و حواستون باشه همچین چیزی رو دیدید تو بازی بهش نگاه نکنید. اینجا یه عکسه. خب اون اکثر حسین تو توضیح بده داستانش چیه. این عکسه ما بهش میگیم هایلوستیمی. خب یا بابا لنگدراز خودم. این هیولا میفته دنبال اون وقتی چراغ قرمز میشه، یعنی این طرف هست و بیفته دنبال ما رو میکشه دیگه. آره هیولا اصلی بازی هم هست. خب اینا رو که دیدید و اطلاع یافتید میاد سمت این دره. حسین کجا دره؟ بچه حسین شب چلاقه میده. برو حسین برو. شما برو. خب خانم هم مقدم تر. نه شما مقدم تری. خب به اینجا که میرسید یه سری اعداد رو دیواره که ما کاری با این نه اصلا نمیدونم چی حسین. اینجا رو بعد اینجا یه چیزی دیدم. بعد بگردیم دوباره یک کاغذ ببینیم. خب کاغذ که اینجا ها بعد چی ندادیم؟ حسین زده 1 2 3 4. بزن رمز دیگه. 1 2 3 4 رو بزن. بیا بریم بزن. بزن تو بزن. تو بزن. کجا رفتی؟ بیا بریم دیگه. 1 2 3 4. خب ریدی که حسین. خب شاید از 4 به 1. چون؟ از 4 باشه. خب تو بزن. نه. ای بابا. ببین چیزی پیدا میکنی؟ این علامت رو چیه این علامت رو؟ باسته بینم تو این علامت آشناه توی کاغذ ها نگاه کنید باسته این علامت. آها نکن اینجا عددی 1 2 3 4 زده که پشت اون اعداد همون علامت هست. پشمو یعنی میگه جلوی 1 2 3 4 چه اعدادیه. ما باید 1 شروع کنیم، جلوی 1 4. خب جلوی 2 3 یعنی 43. جلوی 3 چنده؟ 43 71. 43 71 رو بزن حسین. تو نه من میدونم 43 71. ای بر جان دیدید بچه ها. پس بعد عدد رو جلوی 1 2 3 4 پیدا کنید بزنید. بیا بریم. خانم مقدم نه تو شما نه خانم همشه کسلو باید زودتر بره. خودم کسل یا بانه نگاه کن. ای من رفت سرعتمون رو هدر ندم فقط من میترسم. ای در رو خب خالص شدی حسین. خب باز که من برم آروم آروم قدم بزن حسین. برو حسین برو.
اینجا یه وسیله است. حسین باگ خوردی جلو من یا حسین تلپورت شده. بچه ها این دیگه چرا قرمز میشه؟ الان سر نکن نیمه قرمز اینجا، یعنی هیولای نزدیکی هست و حواستون باید باشه باشه. حسین من رفتم. اینجا چراغ قوه اینجاست. حسین من رفتم این اونجایی که بعد بازیه، مرحله بعد. چراغ قوه اینجاست برنگیری. چراغ قوه برنگیری. حسین من رسیدم به اینجا، یه چیزی تو هوا. حسین اینجا اون چی الان؟ چیه؟ میشه بهش دستم باید تکون بدی. حسین شبیه اسبه. یه کاسه خب الان اسبه باید چیکارش کنیم؟ نمیدونم. درسته دیگه. خب اسبه دیگه، خود چیکارش کنم؟ خب اینجا اوله. حسین یه در پشتش بود شد. این کی حسین؟ این کی به من نکرد؟ داره منو میزنه. حسین how are you؟ حسین اومده من توش بیرون. What the fuck؟ حسین منو ندید. حسین منو دید دوباره. حسین نمیذاره برم تو. اینجاست. جان؟ این الان اینجاست. چجوری اونجاست؟ نکه چند تان؟ چجوری؟ یکی نیستن. اونجا که کسی نیست. این حیلا یکی نیستن. اونجا که کسی نیست. حالا من ویدیو رو گرفتم به بچه هم بالا نشون میدیم اون قسمت گوشه. اونجا که کسی نبود. این حیلا یکی نیستن. چند تا؟ من رفتم پشت در چیزی حسین. چیه؟ حسین کلید هست. اغربه بود پشت. من انگوش پیدا کردم. چه در میخوره؟ نمیدونم. چشمایی با حسین تو این سیدی بود. جان؟ سیدی این تو چی بود؟ اصلا به چی در میخوره؟ نمیدونم. خب بچه ها دیگه تو بچه پشماتون ریخت تو این اسبش کردم به اون یه چیزی تو خونی داره. حسین من یه جای اینجا چیزه شبیه یه جای. بذار من اینجا قایم شم. همه چی آرومه. خوشحالم. خب حسین چه اتفاق افتاد؟ من یه لحظه رفتم یه آبی یو حضرت موزی. حسین یه موزکی اینجاست. پشمو موزه رو چیکار میکنه؟ بابا موز نه، یه آدم شبیه موزه. What the fuck؟ یا حضرت موزی. حسین من میدونم ولی نمیدونم. قبرستون پیدا کردم. جان؟ بچه اگه میخواد حسین رو ببینید این گوشه ویدیو میذارم، حتما نگاش کنید. قبرستون چرا بعضی خونی هم بعضی خونی نیستن؟ نمیدونم حسین. من گوشه ویدیو گذاشتم دیگه، حالا هر کار میخواد بکنم. کدیه. ها نه که خونی ها رو باید اینجا بزنم. ای بابا یه هیولای دوباره منو پیدا کرد. بچه ها هر موقع هیولای شما رو پیدا میکنه توی اتاق که اینجا خالی میدونید حتما باید خواهیم شید. خیلی جای خوبیه. بعد موقعی که رفت دیگه برید دیگه. ما الان 10 بار این بازی رو بازی کردیم بدون استرس داریم بازی میکنیم. یا بار اول پشمامون میریخت.
کده با چجوری بزنم؟ اسمش رو پیدا بزنم یا خونی هم چه اشتباه دارم میزنم نمیدونم حسین من اینجا رسیدم حسین من اینجا رسیدم تلویزیون دارم چیه خب تلویزیون بشم؟ نه که سیدی خوره؟ حسین همون سیدیه که پیدا کردم حسین اینجاست حسین همینجا بود سیاه حسین تصویر بشینید فیلم هندی نها کنید حسین مرد موزیا حسین مرد موزیا حسین مرد موزیا که مردن اونا بعضی مردن این مرد موزیا دارن بهشون چیز میکنن حسین این مرد موزیا دارن اونا رو میبرن حسین حسین قبرستون فرار کنم اونجا قبرستون اینا رو گذاشتم حسین جان این قرار چیزی داریم بدارم حسین پسره اسمش بابیلیسه هیچیچه چی نره حسین یکیشون انگشت نره که دست منو فکر کنم انگشتاش یکیشون اونم همونه اسمش چجوری میشه بالاخره در اینجا باز کردم یکیشون چشم نداره چکوش دادونم چون چکوش رو به درد حسین یه زنه هست یه زنه هم هست مهد موضوع که اون زنه آجی مهد موضوع دارن اون زنه پا نداره هموش همین بود حسین کل تحقیقات مشروع چقدر خوبه خدا 18 پایی میاد خب حسین من اینجا اطلاعات پیدا کردم فکر کنم اون دماغ و دهن و اینا رو باید برسونیم به اون جنازه من چکوش پیدا کردم چه داریم کنم چه میدونه شاید بتونه یه چیزی باش پیش ها چه کودی چیزی نیست این طرف ها نمیدونه کدوم مرس همسته نیست این طرف بچه اگه همستر تو این چند وقته بازی میکنید که بازی میکنید و خوش بالتون اعداد و پروفیت و مثلا چقدر دارید تو کامنت ها بگید خوشحال میشیم وسط ویدیو هم لایکتون رو چک کنید چون یوتیوب چند وقته دارید لایک ها رو میپرنه سابسکرایب کنید اگه بار اولی پیش مایید و همین دیگه من یه دونه گوش پیدا کردم من یه دونه دندون پیدا کردم نمیدونم هم چی به درد میخورن بچه این بازی ترسنا که من حسین دارم این هلو بازی میکنیمش ایزی راحت حسین که درم پیدا کرد من رسیدم به تلویزیونه حسین بیا بشین دره تروب پیدا کردم حسین تروب به چی درد میخوره؟ بکاریمش چون شاید بکاریم خیار در میاد بچه ارشیا با مزه تو کامنت ها حسین من تو پیدا کرد سلام چه خبر حمله کرده هیولا منم سرعت ندارم بودوام یه دنبالم بریم چکوش به چه درد میخوره الان من دارم به خودم منم نمیدونم حسین قرمز خوب چکار کنم الان هیولایی میاد بیا داره کدوم قوی تره یه کوس بریم اینجا بچه با 10 تا جون داریم اگه 10 تا جونتون تموم بشه 10 تا جون یارتون اون یار حذف میشه من و حسینم با هم دیگه قول دادیم هر کی حذف شد بازی تموم شه پس باید حواسمون به هم دیگه باشه بیا اینجا بریم حسین این وسطیه بریم به کجا میخوریم به قبرستون خوردیم برگرد قبرستون اینجا قبرستون خوردیم بیا از سمت راستیه بریم برو اونجا بکشمت اینجا کجاست اینجا کجاست نمیدونم چی بدن اینجا کجاست نمیدونم اینجا کجاست هیولایه داره میاد بکنم اینجا یه اتاقه که باید باشه نمیدونم دقیقا بیا اینجا چراغ قوه است کجا؟ چراغ قوه بعد از اول دست چراغ قوه نداریم
چرا خوب نیاز ندارم بچه خیلی قرمز نشده حس نمیکنی زیاد قرمز نیست مشکل اینه که حالا یه سرفی هم میگه چرا چرت و پرت میگی؟ ما اومدیم اول بازی شروع بیا اینجا با بیا اینجا بیا این راه به اون راه در داره این دره به اون راه سر داره حقیقتا گرفت من چی شد؟ اوضاع دقته که تو همه حیوله رو نهیدی چرا اینقدر دیر میپیچنی بر اون بر سنتش خرابه سنتش درست حیولا حیولا آی دوباره حیولا حیولا فرار یا بدفز یا اومد تو من چیزی داره وقتی قانون کنم داره درم کنه نمیدونم من اصلا قایم شدم وای بابا حیولای کسی نیست خب بچه این پارت اول بود ما به در قرمز رسیدیم تا این پارت خب یه پارت 15 دقیقه یا ابوالفضل یارو هم دیدم یا ابوالفضل یا ابوالفضل انشالله پارت بعدی میبینیمتون کامنت لایک سابسکرایب یادتون نره خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید ولی تا آخر نیست ما الان بازی میکنیم ویدیو دیگه هم واسه تو میگیریم و میذاریم تموم بعداً شده بازی.